در این درس نوبتی درباره ماتریس‌ها ما سیستم مدلر کار میکنیم. سیستم مدل 2x2 است. این رو ما با یاری ماتریسه کار میکنیم. البته گفته میتونیم که برای کار کردن این ماتریسه لازم نیست. ما کار کردن میتونیم با سیستم مدلری که ما یاد گرفتیم در صنف 7 6. در اینجا ماتریسه میبریم برای اینکه منطقش رو با 2x2 نشون دهیم و منطقش رو حل کار رو برای 3x3 مدل 3 نامعلوم برای 4x4 5x5 و دیگرها استفاده برده میتونیم. خیلی بیاین اول نشون دهم چه کار کرده میشود. بیاین این سیستم رو دیگر نویسیم. از جهت ماتریسه ما اون رو نوشته میتونیم 2x جمع 3y و 5x جمع 4y در یک ماتریسه و برابر آن ماتریسه دیگر است 4 و 17. و طرف چپ رو ما میتونیم همچون ضرب دو ماتریسه بتوانیم. آیا کدامش میتواند؟ ماتریسه 2 3 5 و 4 در ماتریسه دیگر باشد ضرب x و y و این برابر است به 4 و 17. ما سیستم مول را همچون ماتریسه نوشتیم. و اکنون چیکار میکنیم؟ نگاه کنید این ماتریسه چی است؟ ماتریسه کوفیشنت های x و y است. 2 و 3 5 و 4. در اینجا x y دارم 4 17. میتونیم ضرب کنیم ببینیم که با همین چی میشود. بیاین همچون حرف اول فهمونم. اگر من این رو ماتریسه A گیرم و این رو ماتریسه X و این رو ماتریسه B باشه بگذار. ما میدونیم که A ضرب X برابر B. باز اکنون چه کار میکنم؟ اگر در اختیار داشته باشیم در درس دیگر ما برعکس ماتریسه رو بدیم. اگر A برعکس داشته باشد من اگر با از طرف چپ هر دو طرف رو با برعکس A ضرب کنم با برعکس اگر ضرب کنم چی میشود؟ این شکل رو میگیره و ما میدونیم که ضرب دو ماتریسه برعکس و ماتریسه خود هم وقت به واحد ماتریسه واحد برابر است. ضرب x برابر است به برعکس a ضرب b. واحد ضرب x این همچون یک ضرب x بریم فقط x میشود و این برابر این نمود رو میگیرد. از اینجا x رو ما یافته میتونیم با یاری ماتریسه. اکنون چیکار میکنیم؟ با من چی لازم است؟ با من برعکس A لازم است. برعکس A رو ما چی میافتیم؟ اگر در اختیار داشته باشین فرمولش این بود. در درس گذشته گفته بودیم فرمول رو مونم و برعکس رو یابیم. چی میشود؟ برعکس A میشود برابر از روی فرمول یک تقسیم A ضرب D. A چی بود؟ 2 ضرب 4 دیاگونالی 2 ضرب 4 طرحی بعد 5 ضرب 3 و درونی ماتریسه چی خیلی وضع میشد؟ D و A جاشون رو وضع میکنن یعنی 4 و 2 جاشون رو وضع میشوند و B و C منفی میشن مینوس 3 و مینوس 5. بیاین کنیم رو ساده کنم. اینجا 8 میشود این مینوس 15 مینوس 1 تقسیم 7 مینوس 1 تقسیم 7 در اینجا ماتریسه 4 مینوس 3 مینوس 5 و 2 میتونیم مینوس 1 تقسیم درونی ماتریسه گیریم و یا میشه مینوس 4 تقسیم 7 3 تقسیم 7 5 تقسیم 7 و مینوس 2 تقسیم 7. این ماتریسه 2x2 ما شد. کانتر درست کنیم و چی میشود؟ ماتریسه رو یافتیم. برای x رو یافتم برای نامعلوم رو یافتم. ما چیکار باید کنیم؟ x برابر از روی حرف اگر نشون بدیم برعکس a ضرب b چی بود؟ این جواب است. یعنی هر دو این ماتریسه رو ما باید ضرب کنیم. برعکس a که یافتیم در اینجا مینوس 4 تقسیم 7 3 تقسیم 7 5 تقسیم 7 و مینوس 2 تقسیم 7 ضرب 4 و 17. اکنون بیاین ضرب ماتریسه رو اجرا کنیم. یکمش چی میشود؟ ضرب چه بود؟ قطار با ستون مینوس 4 تقسیم ضرب 14 ضرب 4 میشه مینوس 16 تقسیم 7 جمع 3 ضرب 17 51 تقسیم 7 51 تقسیم 7 میشه پایان 20 تقسیم 7 20 تقسیم 7 ضرب کنیم مینوس 34 جمع مینوس 34 تقسیم 7
Агар мо инро агар содда кунем чӣ мешавад? Боло махраҷашон як хел ҳастад. минус 16 ҷамъи 51 ин мешавад 35. 35 тақсими 7 5 мешавад. Поён бошад тарҳ мекунем минуси 2. махраҷо якам 20 минуси 34 минуси 14 тақсими 7 минус 2. аз инҷо чӣ маълум шуд? мо чӣ гуфта будем x-ро? x ва y-ро гуфта будем. аз инҷо мо ёфтем x баробар ба 5 аст, y баробари минуси 2. яъне агар шумо ҳамихе матрица дошта бошем, модуля 3 ба 3 бигзор дошта бошем, чӣ кор мекунем? мантиқ чӣ аст? баръакси аро ёфтан ва онро бо ҷавоб зарб кардан аз тарафи чап. инро диққат кунем, аз тарафи чап бояд зарб кунем. баъд шумо метавонед номаълумҳоро ёбед. ин бо ёрии матрица буд.